دهکده بدون مردان، این دیگه چطور ممکن است؟ مگر می شود که در یک دهکده هیچ مرد زندگی نکند؟ بله، در دهکده اوموجا کنیا هیچ مرد وجود ندارد. اوموجا دهکده است زن سالار که مردان اجازه ورود به آن را ندارند. هدف از بنای چنین مکانی که 25 سال پیش توسط ربکا لولوسولی پایه‌گذاری شد، ایجاد سرپناه امن برای زنان و دخترانی بود که می‌خواستند از سوء استفاده جامعه مردسالار سامبوروی شمال کنیا بگریزند. ربکا که اکنون به عنوان رئیس این قبیله نوپا شناخته شده است، خود در کودکی شاهد خشونت‌های مردان قبیله بود و به تدریج به این نتیجه رسید که برخی از رفتارهایی که به نام سنت در میان مردان این قبیله رایج است صرفاً سوء استفاده محض از جامعه زنان است. بنابراین شروع به سخنرانی‌هایی در دفاع از بیوه‌ها، یتیمان، قربانیان تجاوز جنسی، قربانیان ختنه زنان و ازدواج تحمیلی نمود. طبعاً سخنان وی با واکنش‌ها و مقاومت‌های بسیاری مواجه شد و زمانی که وی با قربانیان تجاوز توسط سربازان دوره آموزشی در همان منطقه صحبت کرد، اوضاع تا حدودی از کنترل خارج شد. در آن زمان مردان قبیله به سراغ وی آمدند و وی را زیر ضربات شدید مشت و لگد گرفتند و همسرش هم مخالفت نشان نداد. بنابراین سال 1990 از قبیله خارج شد و این مکان را تأسیس کرد. این بود ویدیوی امروز ما. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.